سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امروز اومدم یکم از دغدغه های زندگیم براتون بگم. گفتم شاید براتون جالب باشه. من بدونم که وقتی برق میره کجا میره دقیقا؟ چرا تخم مرغ فوش نیست ولی تخم سگ فوشه؟ سایه چه رنگی بزنم؟ استامینوفون از کجا میدونه که ما کجامون درد میکنه؟ وقتی میگن بگیر بخواب دقیقاً ما باید کجا رو بگیریم؟ بچه ها اصلا نمیدونم سایه قهوه‌ای که زدم به رژ صورتی میاد یا نه. اولین باره میخوایم امتحانش کنیم. میگم وقتی میگم به افتخارش دست بزنید دقیقاً باید به کجاش دست بزنید؟ چرا از جمعه تا شنبه اینقدر کم طول میکشه ولی از شنبه تا جمعه اینقدر زیاد طول میکشه؟ بچه‌ها میگم این که میگن بین خودمون باشه دقیقاً کجامون باید باشه؟ این حقوق بشر رو پس کی میریزن به حسابمون؟ بچه‌ها برای اینکه بخوام شناسنامه المثنا بگیرم اصل شناسنامه هم لازمه یا دیگه بهش نیازی نیست؟ و اینکه میشه روی میز ناهارخوری شام هم بخوریم؟ این رو انتخاب کردم. فکر کنم خوش رنگ بشه، نمیدونم. بچه‌ها پشم شیشه دقیقاً کجای شیشه در میاد؟ چرا جعبه پیتزا مربع، خود پیتزا دایره است، وقتی هم که میخوریم مثلثه؟ این رنگ رژگونه رو انتخاب کردم، فکر کنم بهش بیاد. و آخرین سوال، برای آزمایش الهی باید ناشتا باشیم یا نه؟ جواباتون رو برام کامنت کنید. نظری انتقادی پیشنهادی هم داشتید بگید. سابسکرایبمون کنیم. خدا به جایی بر نمیخوره، سابسکرایب کنید. خدافظ.